بریم که با هم این دسر جذاب و خوشمزه رو بسازیم. برای تهیه دسر کرم کارامل خوشمزه و 3 سوته فقط کافیه داخل ظرفی 4.5 لیوان شیر رو با 2 بسته پودر کرم کارامل فرمند و سس داخل بسته، شکر، پودر ژلاتین مخلوط کنید، هم بزنید، بذارید رو حرارت متوسط، با ویسک مدام هم بزنید تا شکر و پودر ژلاتین حل شه. اصلا نیاز نیست بجوشه. مواد رو از رو حرارت بردارید، خام صبحانه رو اول با مواد داغ مخلوط کنید، هم بزنید، بعد بریزید داخل مواد اصلی و مجدد هم بزنید. قالب رو با کمی روغن مایع چرب کنید، مواد کاراملی رو از صافی رد کنید، بریزید داخل قالب چرب شده، 8 الی 10 ساعت بذارید یخچال تا کاملا ببنده. برای جدا کردنش فقط کافیه دسر رو با انگشت دست از کناره ها جدا کنی و به راحتی برگردونی داخل ظرف سرو. در انتها با هر چیزی که دوست داشتی تزیین کنید. دسر کاراملی شما آماده است. نوش جان.